پیوند نسل‌ها زمینه است برای پیشرفت و کمالات ملت و افتخارمند از آنیم که در محفل ما نمایندگان 4 نسل شرکت می‌ورزند. پس بیایید با کمال میل بشنویم چه تأثیرات نظری دارند آنها نسبت دیروز، امروز و فردای کشور افسانویمان. بابی ما گفت چند افیون مرا رنجانی، چند از تاب تبن لرزانی. پام افتاد به گرداب بلا، سرم افتاد به سرگردانی. لود اول کوچ بکردم با زبانی شیرین، حال چستیق بکنن می شکنن صدقانی. وقتی تریاب کشیگر به درای مزدار، با هم پوست بکنن نامسگی خندانی. لاده حد کش از بیانن چشم زمان پوشانن، من در این کار بزرگان شدم ایرانی. لاده عالم و آدم دوست که سید معصوم، جان نولک بخرد سید نوکنامی. چون که تریاب کند بخش با مثلی تلخان، با سگ و مرغ ده درستن نیکونامی. لاد قدرتی راست دوها گوی تو هستم شب روز، خرج سید معصوم تو بده علی عمرانی. برادران سالتا مبارک، با خوبی با آینده سال بازم همی جاگه صد سلامت باشیم نیاییم. با شمایان اما خوبی و خوشبختی و نیکوکاری رسد. سلامت باشید. حاضرین گرامی، همدیران عزیز، شما افراز کردید که استاد قدرتبک زبرخانov نبیره شاعر مردمی بدخشان استاد قدرت شغنانی هستند و شعری که قرائت کردن از استاد قدرت شغنانی هستند. ای دوست بیا که جمله یاران آمد، دلهای همه به شوق و جولان آمد. در شادی دوستان بهتر از جان، رعنای مبارز از بدخشان آمد. هموطنان مهربان من، یکایک شما را
با فرا رسیدن سال نو و عصر نو از تحت دل تبریک و مبارک باد میگویم و از نام مردم بدخشان آرزو میکنم که سال نو آمد تو خرم باد، با خوشی های نو توأم باد. آمدت شادی به این عالم باد، تحفه‌ات بخت به هر آدم باد. کاش با آمد تو سال نوین، نبض سیاره زند نرم و مهین. کاش مانندی بدخشان پس از این، نفس آسوده کشد اهل زمین. و چون یک نفر انسانی ایجادکار تمنا می نمایم که زمستان است و در هر خاندان خندد بهاری نو. گلی امید مردم را گریبان چاک می خواهم. به پیران قوتی دل، نور دیده، دولتی پیری، جوانان را کمال مهر و عشقی پاک می خواهم.